سلام، خوش اومدید به این ویدیو. امروز اومدیم با هم دیگه بریم سوپرمارکت سیمولیتور بازی کنیم و قراره یه سوپرمارکت رو اداره کنیم. برو بریم. اوکی، اینم از سوپرمارکت ما. ایول. خب بریم. توتوریال اونجا نمیشه که order goods using your computer. چیزای خوب فکر کنم باید بخریم. $50 الان ما پول داریم، باهاش میتونیم واسه سوپرمارکتمون جنس بخریم. خب ما اول چیزایی که ارزون بخریم، یعنی $6. یه بسته توش $8 $6. اوکی. یه بسته فلور فکر کنم گندم میخریم. بعد پاستا هم یه بسته میخریم. اویل، بعد نون توست هم میخریم. $44 میشه. اوکی، الان ما خریدیم. باید اینجا آها، اینا رو اینجا بپسیم. ایوه، قیمتش رو این پایین فکر کنم باید بزنیم. آره. خب بیشترین قیمتش $3.96. ما میذاریم $3.80. یکم ارزون تر. حالا بریم بقیه چیزا. روغن پایینش میذاریم. این قیمتش چجوریه؟ این $4.50. ما میذاریم $4.30. بالاخره سوده دیگه. $2.80 سود. اوکی. حالا گندم، پاستا، قیمت گندم هم میذاریم $3.71. ما میذاریم $3.50. پاستا قیمتش چجوریه؟ $3.12. میذاریم $3. اوکی، الان اینا رو ما آوردیم سوپرمارکت رو باز میکنیم. اوه، اولی مشتری. سلام داداش. امباپه بچه ای ولی امباپه باید از ما خرید کنه. اوکی، $13. $13.50 باید بهش بدیم. این $10، این 13، این 50 سنت. خداحافظ. چی بزنم؟ آها اوکی. خب روغن، آها این کارت دمش کرد. $4.30 خرید کرد. دمش کرد. شما دوباره اومدین داداش. دوباره نقد داد. ایول، دقیق. خب اینم کارت $7.80. مشتری خوبی تا الان داشتیم، مخصوصا این آخری. الان چیزای دیگه هم میتونیم بخریم. ما اینجا منیجمنت داریم که میتونیم لایسنس بخریم و لول 3 لایسنس اول رو بخریم و جنسای جدیدی واسمون باز میشه که میتونیم بخریم. اینجا بیلز، اینجا باید اجاره مغازه رو بدیم و اگه قسطی وام چیزی برداشت بشیم باید قسطش رو پرداخت کنیم. این هم فکر کنم اینجا بزرگتر میکنه چیزو، مغازه رو. کشیر، اینجا میتونی کارمند استخدام کنی تا پشت این وایسه. اوکی، کارت $6 جاست. خب دیگه بعد استوریج هم اینجاست. میتونیم جنس بخریم اونجا بزنیم تا واسه بعدن هم داشته باشیم. بعد جالبیش اینه که هر چند وقت گرون و ارزون میشه جنسا. خیلی باله. 6.80. نه 80. با کارت تخفیف نمیتونی بدی ولی نقد بده تخفیف مشکل بهش میده. خب ما بریم یکم دیگه چیزی بخریم، چیزایی که نخریدیم. یه دونه سریال اگه اشتباه نکنه باشم. دیگه چی نخریدیم؟ یه چیز دیگه نخریدیم فکر کنم. آره، شوگر پاپ نمیدونم چیه. خب
$3.40 $3 50 میلیون 10 سنت هم تخفیف. خدافظ خدافظ. اوکی جنس آردمون داره تموم میشه. نمیدونم آرد گندم چیه. خب ما اینا رو بخریم بیایم بذاریم. سریال رو اینجا میذاریم. کسی نر برداره من قیمت شو بذارم. قیمت 5 شد خوبه قیمتش. آها اونجا آبجکت داده به ما میشه پرفورم چک اوت. 25 تا مشتری بعد داشته باشی. من بذار جاهای اینو میتونم تغییر بدم. بذاریم اینجا فعلا. خب یه سریال از ما خرید کرد دمشکن. خدافظ شما. $6 و 5. خب اینم یکم بیاریم عقب‌تر اینجا میتونیم رد شیم. اوکی داره شب میشه. از ساعت 9 به بعد دیگه مشتری نمیاد. رو 9 قفل میشه بعد بخوابیم. خب آقا ما الان دیگه بخوابیم دیگه تا فردا اینتر رو میزنیم. 23 تا مشتری داشتیم. 133 تا پوینت گرفتیم. $34 هم سود کردیم دیگه. الان $84 داریم. اوکی ما مغازه رو باز کنیم. یکم دیگه جنس بخریم. اینا رو مرتب بذاریم اینجا. اسکرول خراب خیلی اذیت میکنه. چرخ اوکی $4 باید بهش بدیم. $5 میگه برایش باز خواست. اوکی چک اوت فول. آها بعد اینو بردارم با چی برمیداره ای. نامم همش لیزری و میخوای جان باشینی نمیشه اسنیچی تو خراب میکنم آدم ارپیشو برگ بازیم تو شنل قرمزی جا بحث و کش بدی آقام گو ببین به سرم اعتبار میخوای باز به پول کش بدی. 7 و 8 خدافظ. نوشته که لایسنس. آها یه لایسنس باید بخرم. الان نمیتونم. باید $200 جمع کنم. لولم هم 3 که الان میشه. من باید $200 داشته باشیم لایسنس جدید رو بخریم. آبجکتمون بکش. اینجا رو باید یکم بزرگتر کنم. دیوارا رو رنگ کنم. زمین رو سرامیک کنم. خب ما بخوابیم. 23 تا مشتری داشتیم. 23 تاشون راضی بودن. 127 تا پوینت. $53 هم سود داشتیم. بریم روز بعدی شروع کنیم. اوکی قیمت ها رو چک کنیم. هیچ تغییر نکرده. لول واسه لایسنس داریم. بعد یکم پول بیشتری جمع کنیم. اوپن. یه تخفیف مشتی بزنیم همه بیان خرید کنن. نمیدونم تأثیری داره یا نه ولی ما حالا یه تستی میزنیم دیگه. نون توست 3 و 8 گذاشتیم. میذاریم 3 و 7. بازم سوده واسه ما فرقی نمیکنه. اینو 4 و 3 گذاشتیم. میذاریم 4 و 2. سلام علیکم آقای رئیس جمهور. $5 و 8. شما واقعا باید بیشتر خرید کنید. اوه $6 دیگه لایسنس جدید. امیدوارم برشکست نشم. چراغ مناورم چون میتونیم عوض کنیم دیگه. ما مغازه رو بزرگتر کنیم. کلی کار داریم هنوز. به 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 سلام. چه خبر؟ روزتون چطور بود؟ هنوزم روزه. چطور روزتون؟ چطور روزتونه؟ امباپس؟ اوه دوباره امباپه من از اون خرید کنم. نمیشکن خدا وکیلی. مغازه مورد. اوه امباپه کل جنسا رو برداشت داشت. نوکر توسم امباپه. اوه اینجا رو نگاه. $25 خرید کرد امباپه. نوکرت هم داشت.
به طلا ایشالله امسال مال خودته. آقا 235 دلار داریم، میتونیم لایسنس جدید رو بخریم. خداحافظ داداش، من دیگه به تو نیاز دارم، من امباپه رو دارم، یه جا خرید نکن. خب آقا اینم لایسنس جدید پنازم. ما یه دونه از این کافه دارک روست رو شیر و تخمور که مال یخچالن، چایی هم میخریم تیبلک 196 دلار میشه. فردا باید پولش رو در بیاریم که ما در میاریم حالا، بعد همه اینا رو با هم میخریم. یه یخچال باید بخریم میشی. یخچال چقدره؟ یخچال دوبل 375 دلاره. یخچال کوچیک سینگل 200 دلار. من همین رو میخرم، یه دونه سینگل میخرم حالا اینجا میذارم تا دیگه حالا دوبل اینا رو بعدا جنس بیشتر آوردیم. بریم ببینیم 8 تا مشاهین داشتیم که چیزی که میخواستن پیدا نکردم. بریم و سودم نداشتیم، 2 دلار ضرر داشتیم که اب نداره، ما لایسنس رو خریدیم به جاش. خب دیگه تا اینجا خوب پیش رفتیم. باید یه یخچال هم بخریم، یه یخچال یا یه دونه شلف باید بخریم. اون آبجکت اونجا زده که ما اینا رو حتما میخریم و بعد مغازه رو بزرگ کنیم. واقعا جواب جنسمنت خیلی باید زیاد بیاریم. قیمت ها رو چک نکردیم، قیمت ها رو چک کنیم، قیمت ها همه سر جا خودشه. خب دیگه الان همه چی خوبه، ما باید یکم دیگه پول جمع کنیم تا بتونیم این جنس رو بخریم. بقیه‌اش دیگه باشه واسه پارت بعدی. مرسی که این ویدیو رو نگاه کردین. اگه از این ویدیو خوشتون اومد حتما این ویدیو رو لایک کنید و کانال ما رو دنبال کنید که قراره بعداً خیلی ویدیو خفن‌تری هم داشته باشیم. خدافظ.